لیمو بستنی. سلام عشقای من اومدم دوباره با لیمو بستنی. از اونجایی که خیلیاتون از نارگیل بستنی خوشتون اومد تصمیم گرفتم این دفعه لیمو بستنی رو امتحان کنم که البته میبینید آب شده چون هوا 30 درجه است. خب بریم بازش کنیم. بچه اینی که شما میبینید شکلات یا اینجور چیزا نیست، این پوست خود لیموه. این مغز علیه که توش هیچی نیست، همینقدر خالیه. بریم تستش کنیم. اول دورش رو میخوریم. چقدر خوشمزه است. یکم تلخه که فکر کنم به خاطر همون پوست لیموه. واقعا خیلی تلخه. بستنی لیمویی باید یه طعم ترشی بده، ولی این خیلی تلخه. بعد یه شیرینی هم داره که اصلا واقعا میزنی زیر دل. اصلا یه جور عجیبیه. نارگیلیشو بیشتر دوست داشتم. دوست دارید بازم از این ویدیو براتون بذارم بستنی‌های دیگر رو امتحان کنم، توت فرنگی، پرتقال، کلی چیز دیگه. توی کامنت ها بنویسید. کامنتم باز شد. بوس بهتون تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.